سلام بچه ها، به یه ویدیو خواستن جالبی خوش بچه ها. ما تو این ویدیو اومدیم یه چند تا اتشمنت یه لوکاسی یه دونه هم چیز بهتون بدیم، یکی دوتا هم یکیشون گیمپلی نره و اونو بهتون بگم که اتشمنت کنم. الان گیمپلی لوکاس هم میبینیم و نه این دو تا لوکاس دیگه هم داریم ما اینجا. اینو اینو چیز خوبیه کنش. اینه با پروفیوز اینه لوکاس تیما خیلی وقت لوکاس خیلی وقت مشکلات روانی داریه که این روشن اتیشمنت گردی گیم پلیش داره. این گله این گیر منو بد نیست و اتقیمونت دارم یه گیم پلی داره چوکی ازش کنیم. خب خیلی میشه این زیاد میکنم دارم شد خیلی کنم بودا بینام او ببین چیزی سری خوبه ولی دیگه اصلیمون اینه. این اگه نکن این خب این سوال رو میگه این فلیک شد وای فلیک شد نبید بابا آقای لیان چه شدن دادی خیلی اصلا بابا آقای لیا گفتم اتش خدایه. خب این چه اتشی بود همین دادی این دیگه کنم چیزی بهتره دیگه اینو بگو خب نیست ولی اینو تو فکر کنم باید خودی میتونه اینجا زد بشمام ای حاجی بگی بسامم حاجی وای این بچه ها این که ما لوکاس اصلی که این بود. خب لوکاس اصلی اینه که داره اینجا اتشمنتشو داره. دیال اصلی نه اینه یه اصلی نبود خیلی بالا شما این هم دیال اصلی مونه. اینو برداریم. این تانده خوبی گاهی تانده خوبیه. این هم دیله. این هم لوکاس اصل کاری مونه. ببخشیش یه دونه هم حاجی اینا خدای خوبه بعد نی مخصوصا خودش گفت میکنه ولی خوبه ولی خیلی تعریف تقریبا اینا هم میگی پاپی میشه برداره. آقا اینم از این فعلا. آقا این اتشمنت لوکاسه که ما بهتون دادیم. اینم اتشمنت دیله اگه خواستید بشینید. اینا اتش دیله اینا خواستیم بردارید. یه دونم اتشمنت تانلایه که من یه تانله دیانو بهتون میدم ولی اونو بیشتر چیز میکنم ترجیح میدم بهش. اصلا خواست دوئل بزنه دوئل
کاراف محمد باشه هم یه دونم این تانده خوب ولی گیم پلیش نشیم اینم خیلی خوبه بچه. اینو خیلی پیشنهاد میکنم بهتون، خیلی بچه ها. تا ویدیو بعدی فعلا خدا حافظ.